اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیزی نمیشنوند. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. آنها گفتند قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی در پوشش‌هایی قرار گرفته و در گوش‌های ما سنگینی است و میان ما و تو حجابی وجود دارد. پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم برای خود عمل می‌کنیم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. بگو من فقط انسانی مثل شما هستم. این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است. پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید. وای بر مشرکان. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداشی دائمی دارند. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است. جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید
و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود. به آن و به زمین دستور داد به وجود آیید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم. قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید و در هر آسمانی کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغ‌هایی ستارگان زینت بخشیدیم و با شهاب‌ها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و ثمود می‌ترسانم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر به سراغشان آمدند که جز خدا را نپرستید، آنها گفتند اگر پروردگار ما می‌خواست فرشتگانی نازل می‌کرد. از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم. اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی‌دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است؟ و به خاطر این پندار پیوسته آیات ما را انکار می‌کردند. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سرانجام تندبادی شدید و هولانگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم
تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و یاری نمی شوند. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اما ثمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. به همین جهت صاعقه، آن عذاب خار کننده به خاطر اعمالی که انجام میدادند، آنها را فرو گرفت. ونجینا الذین آمنوا وكانوا یتقون. و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم. یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ میبرند و صفوف پیشین را نگه می‌دارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقتی به آن میرسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه میکردند گواهی میدهند. قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون. آنها به پوستهای تنشان میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب میدهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. آری این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید. يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اگر صبر کنند یا نکنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمیگیرند. وَجَعَلْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین. ما برای آنها هم نشینانی زشت سیرت قرار دادیم که زشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند. آنها مسلماً زیانکار بودند. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. به یقین به کافران عذاب شدیدی میچشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام میدادند کیفر میدهیم. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. این آتش کیفر دشمنان خداست، سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را انکار می‌کردند. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. کافران گفتند پروردگارا، آنهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود نهیم تا از پست ترین مردم باشند. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. من غفور رحیم. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است.
احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و هرگاه وسوسه هایی از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر میخواهید او را بپرستید. این استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار وهم لا یسأمون. و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح میگویند و خسته نمیشوند. من آیاته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدیر. و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان میبینی، اما هنگامی که آب باران بر آن میفرستیم به جنبش در می آید و نمو می کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند. او بر هر چیز تواناست. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. کسانی که آیات ما را تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود.
آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آید؟ هر کاری می خواهید بکنید، او به آنچه انجام می دهید بیناست. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزیز. کسانی که به این ذکر قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعاً شکست ناپذیر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الیم. آنچه به ناروا درباره تو میگویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده. پروردگار تو دارای مغفرت و دارای مجازات دردناکی است. جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار میدادیم حتما میگفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند. آنها همچون کسانی هستند که گویی از راه دور صدا زده می شوند. ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، سپس در آن اختلاف شد و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود، در میان آنها داوری میشد و به کیفر میرسیدند، ولی آنها هنوز درباره آن شکی تهمت انگیز دارند. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. کسی که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند به خویشتن بدی کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند. يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. علم به قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می گردد. هیچ میوه ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زنی باردار نمی گردد و وضع حمل نمی کند مگر به علم او. و آن روز که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ می گویند پروردگارا ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم. ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. و همه معبودانی را که قبلا می‌خواندند محو و گم می‌شوند و می‌دانند هیچ گریزگاهی ندارند. يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان هرگز از تقاضای نیکی خسته نمی شود و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار مأیوس و نومید می گردد. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم میگوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود. و به فرض که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداشهای نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم. أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. و هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم روی میگرداند و با حال تکبر از حق دور می شود. ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد. أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعید. بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. به زودی نشانه های خود را
در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد. صدق الله العلی العظیم.